امروز میخوام شما رو ببرم به یکی از عجیبترین و خاصترین کشورهای دنیا، فنلاند، جایی که هم شفق قطبی داره هم مسابقه عجیب حمل همسر. بریم سراغ 10 تا از عجایب فنلاند. تصور کنید شب از پنجره بیرون رو نگاه میکنید و خورشید هنوز وسط آسمونه. این پدیده توی شمال فنلاند مخصوصاً در فصل تابستون اتفاق میفته. خورشید روزها و حتی هفته‌ها غروب نمی‌کنه. مردم فنلاند عادت دارن نیمه شب هم پیکنیک یا شنا برن. به این میگن سرزمین خورشید نیمه شب. فنلاند یکی از بهترین جاهای دنیا برای دیدن شفق قطبیه. در لاپلند بیشتر از 200 شب در سال میتونین این نمایش جادویی رو ببینید. خیلی ها فقط برای دیدن همین پدیده عجیب به فنلاند سفر میکنن. سرزمین هزار دریاچه. فنلاند به کشور هزار دریاچه معروفه، ولی حقیقت اینه که این کشور بیشتر از 188,000 دریاچه داره. یعنی تقریباً در هر گوشه نقشه یک دریاچه پیدا می‌کنید. برای همین فنلاند واقعاً منحصر به فرده. فنلاندی‌ها عاشق سونا هستند. بیشتر از 3 میلیون سونا در این کشور وجود داره، تقریباً به تعداد جمعیت کل کشور. حتی پارلمان فنلاند هم سونای مخصوص داره. برای فنلاندی‌ها سونا فقط یک تفریح نیست، بخشی از فرهنگ و سبک زندگیشونه. و اما مسابقه حمل همسر، یکی از عجیبترین مسابقات دنیا در فنلاند برگزار میشه. مردها باید همسرشون رو کول کنن و از موانع عبور کنن. البته نیازی نیست حتما همسرشون باشه. میتونه هر زنی باشه که بالای 16 سال سن داره و وزنی بیش از 49 کیلوگرم. برنده این مسابقه هم وزن همسرش یا زنی که حمل کرده نوشیدنی میگیره. تاریخچه این مسابقه برمیگرده به قرن 19 میلادی که یک راهزن و دزد در جنگل‌های فنلاند زندگی میکرده. او و گروهش باید در زمان حمله کردن به یک روستا دختران و زنان رو به دوش کشیده و میدزدیدن. به همین دلیله که این مسابقه رو به وجود آوردن. این مسابقه هم خنده‌داره هم یکی از سنت‌های خاص فنلانده. فنلاند فقط به همین مسابقه محدود نمیشه. مسابقات دیگه‌ای مثل پرتاب موبایل یا نواختن گیتار هم توی این کشور برگزار میشه. به نظر میاد فنلاندی‌ها توی خلاقیت برای سرگرمی حرف اول رو میزنن. طبق آمار سازمان ملل، فنلاند چند ساله که به عنوان شادترین کشور جهان انتخاب میشه. دلیلش امنیت بالا، آموزش عالی، طبیعت بکر و سبک زندگی آرام و ساده است. در لاپلند فنلاند میتونید حیوانات عجیبی مثل گوزن شمالی یا حتی خرس قهوه‌ای ببینید. گوزن شمالی انقدر مهمه که حتی توی جاده ها براش تابلوی هشدار گذاشتن. زمستون‌های فنلاند خیلی طولانی و سرد هستند. بعضی وقتها تا 7 ماه سال برف روی زمین میمونه. اما همین زمستون‌ها باعث میشه اسکی و ورزش‌های زمستانی توی فنلاند خیلی محبوب باشه. مدرسه‌های متفاوت. سیستم آموزشی فنلاند یکی از بهترین‌های جهانه. اینجا بچه‌ها تکلیف و مشق زیادی ندارن. امتحان سخت ندارن و حتی زنگ تفریح خیلی طولانی دارن. شاید برای همینه که آموزش و زندگی در فنلاند انقدر شاد و موفقه.
کدوم یکی از ویژگی‌های این کشور برای شما جالب بود؟ حتما توی کامنت ها بنویسید و اگه این ویدیو براتون جالب بود لایک کنید و برای دیدن ویدیوهای بیشتر درباره کشورهای شگفت‌انگیز دنیا عضویت در کانال رو فراموش نکنید.